بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى المسمى بثلاثة الأصول. اینک ما درس‌های خود را دوام می‌دهیم با اذن الله سبحانه و تعالی از رساله شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالی به نام سه اصل. شیخ الاسلام در دوام چنین می‌فرماید: و انواع العباده التي امر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. خب چی گفتنی؟ می‌فرماید شیخ الاسلام و نوعهای عبادتی که الله سبحانه و تعالی به انجام دادن آنها امر کرده است، اینها هم یعنی اون معنا ندارد که شمار عبادت ها همین قدر می باشند و از این زیاد نه. در اینجا یک چند نمود عبادت ها را شیخ الاسلام ذکر می کند. اینها چنان عبادت های می باشند که بسیار مردم خطاگیشون کمبودشون در همین نوع عبادت ها می باشند. اگر نه عبادت ها انواعش بسیار است. نه و نوع های عبادتی که الله به انجام دادن آنها امر کرده است، اینها هم مثل اسلام آوردن، این هم عبادت است. ایمان آوردن، احسان کردن، احسان و خیر و قوان نه، احسان یعنی که الله سبحانه و تعالی را نظارتش به خود حس کردن. و از جمله دعا، ترس، امید کردن، توکل کردن، رغبت یعنی که هوس کردن، طمع داشتن از الله، رهبت هراسیدن، ترسیدن، خشوع کردن یعنی خاکساری کردن، خشیت یعنی ترسیدن، انابت یعنی به الله روی آوردن، استعانت از الله یاردن پرسیدن، استعاذه به الله پناه بردن، استغاثه در وقت تنگ دستی، در وقت مشکلی دادخواهی کردن یعنی که با الله دعا و مناجات کردن، ذبح، نذر و غیره از دیگر انواع عباداتی که الله به انجام دادن آنها امر کرده است، همه از آن الله تعالی هستند. یعنی این انواع عبادت های ذکر شده و غیر از اینها باید که صرف برای الله سبحانه و تعالی اینها را صرف کرده شد. و دلیل قوله تعالی: و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. دلیل سخن او تعالی است، می‌فرماید که و ان المساجد لله یعنی سجدگاه ها از آن الله هستند و شما به الله یگان کس و یگان چیز چه مخواند، یعنی که عبادت نکنید غیر از الله، یگان کس و یگان چیز دیگر. مراد از سجدگاه ها جای‌هایی اند که در آنجا سجده میکنند، مانند مسجدها خواه مسجد پنج وقت باشد، خواه مسجد جامع باشد. یا مراد از سجدگاه عضوهایی هستند که با آنها الله سبحانه و تعالی را سجده میکنند، مثل دو قدم و دو زانو، دو کف و پیشانی با همراهی بینه، 7 عضو. و میفرماید شیخ الاسلام: فمن صرف منها شیئا لغیر الله فهو مشرک کافر. و هر کسی یگان چیزی از آنها را، یعنی همون انواع عبادتی که در بالا ذکر کردیم و غیر از اینها را برای غیر الله صرف کند، چی میشه؟ میفرماید که پس او مشرک و کافر است. بنابراین باید که از شرک و از کفر یا که از اون کار و از اون اعمالی که باعث کافر شدن انسان میشوند یا که مشرک شدن انسان میشوند، باید که با حذر و با احتیاط باشیم. خب انشاءالله بعد دوامش خوانده میگیریم، چون که این انواع عبادت ازیاد کردن در کاره. بعد از آن انشاءالله هر یک
نوع عبادتی که شیخ ذکر کرده دلیلش از قرآن و از حدیث میارد. و صلی اللهم وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.